سلام به همه گلای توی خونه، محصلای نمونه. امروز میخوایم یاد بگیریم که چجوری یه درخت رو بکشیم. معمولا خیلی از بچه‌ها وقتی میخوان درخت رو بکشن عادت دارن که یه چیزی شبیه این میکشن، چیزی شبیه شمع. خب تا حدود شباهت داره به درخت، ولی خب عیب و ایراده خیلی زیادی هم داره که من یکی یکی براتون میگم. اگر شما هم توی خونه دارید درخت میکشید یا حتی الان ویدیو رو استاپ کنید یه درخت بکشید و بعد با این نکته‌هایی که الان من میگم مقایسه کنید، ببینید کجاهای این درخت رو درست کشید، کجاها رو اشتباه، و درختتون رو اصلاح کنید یا دوباره از اول شروع کنید به کشیدن درخت. یکی از مهمترین نکته ها موقع کشیدن درخت اینه که یه سری از بچه‌ها عادت دارن وقتی درخت رو میکشن ریشه هاش رو هم میکشن. ریشه ها بچه‌ها اگر یه درخت رو نگاه کنید شما با چشم غیر مسلح نمیتونید ریشه درخت رو ببینید، پس سعی کنید ریشه درخت رو نکشید. و هستن درختانی که توی آب رشد میکنن توی مناطق خاص که ریشهشون هم دیده میشه، ولی معمولا ریشه درختان دیده نمیشه. نکته بعد این که وقتی یه درخت شروع میکنه به رشد کردن، تنه درخت، این ساقه درخت، قسمت پایینش عریض‌تر هست و تنومندتر هست. هرچی به طرف بالا میره این باریکتر میشه. پس شما موقع کشیدن درختتون سعی کنید اولا که اگر کاغذتون یه همچین کاغذی هست یا هر مدل دیگه‌ای، سعی کنید از پایین اون کاغذ شروع نکنید، یه مقدار بیایید بالاتر و شروع کنید به کشیدن اون تنه درختتون جوری که پایینش عرض بیشتری داشته باشه. حالا نکته بعدی و اشتباهی که خیلی بچه‌ها میکنن اینه که درخت رو تنهش رو صاف میکشن. درخت ها مثل انسان ها هر چی سنشون بالاتر میره پوستشون چین و چروک بیشتری پیدا میکنه و حتی اگر جوان هم باشن مقدار کمی از چین و چروک رو دارن و مثل یک میله آهنی صاف نیستن. حالا بسته به درختی که میکشید و کهنسالی شما میتونید یک سری چین و چروک های نامرتب و نامنظم روی تنه درختتون ایجاد کنید. پس سعی کنید درختتون صاف نباشه. خب حالا این چین و چروکایی که شما در اطراف درخت میبینید یا روی تنه درخت هم قرار دارن دیگه. برای کشیدن این چین و چروکا میتونید از یک سری خطوط شکسته با اندازه ها و جاهای مختلف استفاده کنید. سعی کنید این خطوط تا حد ممکن در اندازه ها و جاهای مختلف باشه. اگر همه یه اندازه و یک شکل باشن و کنار هم قرار میگیرن درختتون حالت طبیعی پیدا نمیکنه. حالا ممکنه یه جایی از این تنه درخت یه جایی شکسته باشه، یه شاخه شکسته باشه، میتونید یه همچین چیزایی رو با یه همچین فرم‌های بیزی شکل و مارپیچی بکشید. اگر اون شاخه مثلا از گوشه شکسته شده میتونید یه تیکه رو پاک کنید و یه همچین شاخه بهش اضافه کنید. حالا میرسید به جایی که الان قراره دیگه درختمون به شاخه هاش برسه. خیلی از بچه ها میان مستقیم این رو قطعش میکنن یا یه سری از بچه ها میان موقع کشیدن شاخه ها اینا رو روی هوا میکشن. روش بهتر اینه که بچه ها بیایید از یک سیستم هفتی استفاده کنید. به چه صورت؟ به این صورت که من جدا اینجا برای شما میکشم، جدا اینجا برای شما میکشم. اگر این تنه درخت باشه من اینجا صاف میکشم برای شما متوجه میشید. به اطراف برای در آمدن شاخه ها باز میشه درخت. شما وسط این باز شدگی یه دونه شبیه هفت میکشید. یعنی الان این یه شاخه ما هست، این هم دو تا شاخه. حالا دوباره این شاخه ها میتونن به شاخه های ریزتر تقسیم بشن. دوباره این رو به اطراف بازش میکنید و دوباره وسطش یه هفت میکشید.
به همین روش الاخر حتی میتونه یک شاخه به 3 شاخه 4 شاخه و بیشتر تقسیم بشه. مثلا این میتونه بیاد اینجوری باز بشه و به جای 1 7 وسطش 2 تا 7 قرار بگیره. این روش تقسیم شاخه ها هست. اگر متوجه نشدید دوباره فیلم رو عقب بزنید، دوباره نگاه کنید تا کاملا درکش کنید. خب ما همینجا به همین روش انجام میدیم، ولی خب یه مقدار سعی می‌کنیم اون چین و چروک درخت رو هم رعایت کنیم. پس به اطراف باز میشه، میایم وسطش یه هفته کج و کل درست میکنیم و دوباره اینا رو تقسیم میکنیم. اینجا دوباره باز میشه شاخه ها و شکل هفتی دوباره اینجا وسطش هفت. حتی میتونید شما اینجا شاخه های دیگه اضافه کنید، مثلا اینجا یه مقدار باز کنید و اینجا دوباره شکل های هفت رو اضافه کنید. از یه جایی به بعد شاینه اینقدر ظریف میشن که دیگه میرن لای برگا و خیلی دیگه دیده نمیشن. پس بنابراین اینا رو تا یه جایی بکشید و از جایی بعد دیگه رها کنید و ادامهشون ندید. خب حالا میخوایم برسیم به برگه ها. برای کشیدن برگه ها اگر درخت خشکه که خب همین شاخه ها رو میتونید ادامه بدید. برای کشیدن برگ ها نیازی نیست اینا رو برگ ها رو یه دونه بکشید. اما وقتی مثلا یه انسان رو میکشن نمیان تمام موها رو دونه دونه بکشن، یه انبوهی از مو میکشن. اینجا هم شما میتونید برگ ها رو به صورت انبوهی از برگ ها بکشید. معمولا برگ ها از اون قسمت شاخه های مقدار پایین تر هم میان. پس شما میتونید به صورت یه شکل ابری شکل که بعضی هاش حالا بزرگتر بعضی ها کوچیک‌تر این برگ ها رو بکشید و این قسمت هم که شاخه ها میرن لای برگ ها به یک همچین فرم‌های ابری شکل اینا رو ادامه بدید. خب حالا میرسیم به رنگ‌آمیزی و سایه زدن درخت. شما تصور کنید اگر نور خورشید از بالا مثلا میتابه بالا سمت راست، شما خورشید رو نکشید، فقط ذهنی در نظر داشته باشید. موقعی که میخواین درخت رو سایه بزنید و رنگ کنید، برگ درخت رنگ سبز درسته. اون طرفی که نور خورشید میتابه یعنی سمت راست و بالاها، اینها رو سبز کم رنگ و یه مقدار با ترکیبی از زرد کار میکنه. این قسمتی که سمت چپ و زیر درخت رو با سبز پررنگ و ترکیبی از رنگ‌های دیگه مثلا سیاه، یه مقدار کم یا آبی یا حتی قهوه‌ای با سبز پررنگتون قاطی میکنید تا این رنگ تیره تری داشته باشید. تن درخت رو هم همینطور سمت راستش رو یه قهوه‌ای کم رنگ میتونید بزنید و سمت چپش رو قهوه‌ای پررنگ با ترکیبی از یک مقدار سیاه یا حتی سبز. خب یه سایه هم از این درخت روی زمین میفته. میتونید درختتون البته هر جایی باشه، کنار خیابون باشه، روی تپه باشه، توی باغچه باشه، هر جایی. من درختم رو روی یک تپه میکشم و اگر قرار باشه یه سایه داشته باشه، سایه‌ای که زیر درخت میفته باشه معمولا شبیه یک دایره است که وقتی ما از دور می‌بینیم شبیه بیضی می‌بینیم. چون خورشید نورش از سمت راست میتابه، ما این بیضیه که شکل صاف و صوفی هم نداره رو متمایل به سمت چپ میکشیم. و وقتی میخواید این سایه رو بکشید بهتر خیلی مثل من خط اطرافش رو بمبشکی مشخص نکنید. اگر این زمین زیر خاکیه شما اینو قهوه‌ای پررنگ کنید، زمین قهوه‌ای کم رنگ. و اگر مثلا چمنه شما اینجا رو سبز کم رنگ کنید، سایه رو سبز پررنگ. این قسمتی هم که درخت از داخل خاک بیرون میاد مثل اینجا صاف خطش رو نکشید. میتونه اینجا معمولا کناره های درخت اگر مثلا اینجا چمن باشه، چمن ها بیشتر رشد میکنن و شما میتونید با یه همچین شکل حتی میتونه مثلا یه تیکه سنگ هایی هم اینجا باشه اطراف درخت. خب این از شیوه طراحی درختمون که امیدوارم اگر از قبل اشتباه طراحی میکردید این نکته هایی که گفتم رعایت کنید و دوباره نیاز نیست حتما شبیه درخت من بکشید. شما هر درختی که دوست دارید میتونید بکشید، ولی نکته هایی که توش گفتم، نکته هایی که گفتم رو داخل اون طراحی درختتون رعایت کنید. این کار رو انجام بدید و اگر دانش آموز من هستید با ما
طرحتون رو عکس بگیرید و برای من بفرستید. اگر هم دانش آموز مهندسی خوشحال میشم که نمونه کارهای زیباتون رو برای من ارسال کنید و ببینم. موفق باشید.